باز قهرمان شدیم که یا علی آقا چیکار کنیم ما؟ یا علی دو تا گلر خوب توی تیم اینجوری نتیجه آقا در خاک می‌آره. پاتم. سلام به همه. اومدیم مسابقه، سری مسابقات برندایی که کارمندن، یعنی کارمندتور مسابقات. و چون من پارسال برای تیم تیفاکس بازی کردم، بیمم رد شده، بیمه تامین اجتماعی، میتونم داخل مسابقات شرکت کنم. امروز روز دوم بازیه، ولی من جلسه اول به خاطر معصومیت و یک کوچولو زیرآبزنی یه سری از دوستان از دست دادم. بازی اول، بازی دوم دارم به تیم اضافه میشم، بتونم که کمک کنم. حالا کم کم میریم جلو. هفته یه دونه یا دو تا بازیه براتون میذارم، شما این کلیپو پشت سر هم ببینید، اما من طی هفته این کلیپو ضبط میکنم و براتون داخل کانال قرار میدم. بریم با امید برد تیم و اگر من بازی کردم به امید درخشش من. موفق و مایت باشید. یا علی. خب قبل از اینکه بریم بازی دوم تیم و بازی اول منو ببینیم، یه توضیح بهتون بدم که من تقریبا 3 ماه با این تیم تمرین کردم، هفته 2 جلسه، و این سوم تورنمنتیه که باشون شرکت کردم. ولی خب اولین عنوانی که آوریم، حالا جلوتر خودتون می‌بینید. و بریم یه جلسه از تمرین این تیم که زیر نظر استاد محمد رضا حیدریان که بزرگترین فرد فوتسالیست این کشور انجام دادیم رو ببینیم و بعد بریم سراغ شب مسابقه. برو که بریم. آرمین عالی سلام علیکم. چکرم. خوبی؟ نظره عالی کرد. آقا سلام به همه. ما بازی انجام دادیم، بازی هم دویش بردیم. من بازی کردم، چقدرم به نظر خودم خوب بازی کردم. تو نتیجه تاثیرگذار بودم. اگر نبودم والا یه گل می‌خوردیم و نهایت بازی مساوی می‌شد. الان دارم میرم خونه، ساعت 12:30 شب. تا برسم یک کنیم دیگه بخوابم.
سلام به همه، شبتون بخیر. بازی دارم من، نیمه نهایی. دیشب اصلا خوب نخوابیدم تا 5 صبح داشتم ادیت میکردم که کلیپو امروز آپلود کنم. کلیپ سوم امروز آپلود شد و خواب شب قبل اصلا خوب نبود، اما امروز تغذیه‌مو رعایت کردم. 3 وعده خوب غذا مصرف کردم. براتون میذارم چیا خوردم. الان که دارم کاملا قهوه قبل بازی بزنم، 10 دقیقه دیگه میرسم به سالن. بازی نیمه نهایی اگه ببریم فردا فینال بازی داریم. برامون دعا کنید بریم که بهتره کنیم به امید خدا. میبینمتون. شبتون بخیر. آقا سلام مجدد. ما رفتیم سر بازی، متاسفانه 4 تا تیمی که تو نیمه نهایی بودن سر حالا بحث ورودی، بحث بازیکن جابجا کردن، بحث بیمه بازیکن‌ها، بیمه تامین‌شده بازیکن‌ها به مشکل خوردن و تیم مقابل ما و تیم قبلی انصراف دادن بازی کردن و ما و تیم بانک شهر رفتیم فینال که فردا شب فیناله. ولی خب ما دوست داشتیم بازی کنیم. حالا سوایی اصلا برد و باختش این همه میای روز بازی و حالا قهوه می‌خوری و این صحبت‌ها، بازیکن دوست داره بره بازی کنه، اما خب 1-2 ساعت داخل سالن مطرح شدیم و بازی نکردیم و این بی‌برنامگی‌ها تو مسابقات کارمندی، تو مسابقات برندها، حالا برند شرکت‌های مختلف، ادارجات اینا خیلی پیش میاد. لیگ نیستش که مسئول داشته باشه یا هر چیز دیگه. امیدوارم که رفع بشه و از غربی‌ترین جای تهران نه شرقی جای تهران و نتونی بازی کنی. زبونت هم بگیره. آقا مخلصیم. وقت دیشب که دیدید چی شد، امروز داریم میریم که فینال بازی کنیم با تیم خوب بانکشهر بازی داریم. مربیشون مربی بوده، چند تا بازیکناشون هم تیم بودن. بریم ببینیم این نتیجه بازی چی میشه. پارسال تو همین مسابقات با همین تیم بانکشهر دیگه ذره بهتر بود تیمشون. ما متاسفانه باختیم فینال و البته بگم رو من اعتراض دارن، همون اعتراضی که دیشب بهتون گفتم برای بحث بیمه تامین‌شده این داستان. من نتونستم بازی کنم ولی خب بچه‌ها بازی کردن و باختن. حالا بریم ببینیم امشب خدا چی میخواد برامون و کی اول میشه. جمعه است و ساعت 6 خورده ما 8 فینالمون شروع میشه. دوباره نون توست پروتئینی، کره بارون زمینی و کره معمولی و یه قاشق عسل. این همیشه چیزیه که من 1 ساعت تا 1 ساعت قبل از بازی‌های مهم یا بازی‌های حالا سنگین می‌خورم.
الان بعد از فینال دارم برمیگردم سمت خونه. قهرمان شدیم خدا رو شکر. نیمه اول اون بازی کردم، نیمه دوم یکی گلر اون بازی کرد و چند تا واکنش داشتم. نیمه اول بازی 1-1 شد، نیمه دوم 2-1 بردیم. یکی بارسا بهش 2-1 باخته بودیم و اونا قهرمان شدن. دقیقاً برعکس شد، ما امسال 2-1 بردیمشون. خیلی بازیکن خوبی داشتن، ما حتی دست گل بودیم و رفته بودیم که انتقام بگیریم. این مسابقات و این تورنمنت هم تموم شد. بریم ریکاوری خوب بکنیم. البته فردا دوباره تمرین داریم ساعت 6 و پنجشنبه جمعه هفته دوران بازی دارم. یه جام دیگه کلیپای اونم براتون میذارم، ویدیو میگیرم براتون. لطفا اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک، سابسکرایب و شیر برای دوستانتون فراموش نشه، مخصوصا برای دروازه‌بان فوتسالیستا، فوتبالیستا، ورزشکارا. خاک پای همتونم. خیلی مخلصیم. بریم که بتره کنیم. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.